ممکن نیست. گذشته شینه در اینجا. شین گلین جان، گفتم که ممکنه. شینید همش نقض میشه. شینید شریف صابیرویچ، لبای کسر رو نظارت کنید. بعد 1 ساعت به نزد من. خب. معلم، لبای دخترکم دارید من پیش مهربان روم. خوب شده است. شاید گذارند که درایم. گلین جان، آخر چرا بیهوده اشک میریزید؟ همش نقض میشود. شما شنیدید که دکترها با شما اجازه در آمدن رو نمیدین؟ شنید؟ همش نقض میشد. شنید؟ نه نمیتوانم. گلین، ای خدا. با پیش پسرم درایم ممکن؟ خواهرم ممکن نه. من خودم میفهمونم. با نزد مهربان حالا درایم. ممکن نه. در کار شاید ما شما رو جک میزنیم. اگر خطا نکنم شما مادرشون؟ ها. احوالی باید چی خیر است؟ حالا با او تنها آرامی لازم است. نفس کشیش خوب، اما تا حال با خود نآمده است. دکتر جان، اگر بابا یکون چی شود من میمورم دکتر جان. شما بیهوده اشک نریزید. همه‌اش خوب می شود. زلیخا همش رو نوشتی؟ ها نوشتم. خیلی خوب. السلام علیکم. السلام علیکم. گلین، من با شما یک مصلحت داشتم. خیلی من میدونید شما برای من خواهرم برین، حتی از خواهرم زیادتر فرزندم برین. من از شما منت دار معلم. تشکر. دلم به شما می سوزد. این کلانهای ما عرض شما را گوش نکردند. برای آنها ناظمی عزیزتر. طرفش را گرفتند، یاری دادند، توی کرده دادند به انصاف ها. باور کنید که الین دلم خون شد، جگرم خون شد، دیوانه شدم. برای همین طاقت کردن نتوانستم و از نام شما یک عریضه نوشتم. چی معلم؟ عریضه نوشتم، گفتم که لنگشان از آسمان می آید. وی مولان زاده
سرسخت با وی قطاسی همه‌شان پیش قانون جواب میگویند. من نمیدانم اگر به جای شما یگان زن دیگر میشد طاقت کرده نمی نشست، هزار و یک کار میکرد. لیکن چرا شما خاموشید؟ برای چی نمی جنبید؟ مردم میگویند که این زن تماما گل و گمراه بود است. همین خیلی هم گفتن، من شنیدم. بیاید انا امضا کنید. من همه بود و شدی واقعه را نوشتم به محابات. امضا کنید. خواهرم همون رو چکارم ممکن؟ انا مرحمت. امضا کنید. در آمدن ممکن؟ درآید. سلام علیکم. شنید. خوش. مولان زاده در توی خدمت کردم گوید. دروغ نبوده است. انا این عریضه زن نازمی به همش جواب میگوید. ما با شما از حد زیاد باور کردیم. آخر آنها یکدیگر را دوست می‌دارند. خرد نیستند. از همه پستی و بلندی های زندگی با خبرند. دوست می داشتن میگوید؟ بله، دوست می‌دارند. این نازمی شما به زن اولش هم عاشقی شیدا شده بود و خودتان خواستگار بودید. و این دخترک هم خودتان رئیس توی. آخر شما چهل آدم، چهل محرری گازeta، چهل اعضای حکومت گپ زنید. آخر شما یک آدمی کپکلان، روزگار دیده. سود آنها را از یکدیگر جدا کرد. همه‌اش از روی قانون. چند کودک دارد؟ 2 تا. یک دختر و یک پسر. آنها خردکک، ها؟ آنها چخل زندگی میکنند؟ در کجا زندگی میکنند؟ مادرشان یک عمر بختش سیاه. شما باشد میگوید که همش قانون. مراد همان قانون. با همش خود شما گناهکارید و اهل روزنامه تان. چرا باره نپرسیدید؟ جیغ نزدید؟ نفهماندید؟ حیفی تو نگفتید؟ بریزده زن نازمی جواب نگرداندید؟ من باوری دارم که این خیل عریضه هایی به جواب در روزنامه های شما بسیارند. نیست. دیگر نیست. نیست؟ بله، دیگر نیست. همین یک تو؟ همین یک تو. آشنا بازی، روی خاطر بینی. وای با من نه خویش است و نه تبار، نه یار و آشنا. عارف سیدویچ. در بیورا جواب میگوید.
لبای قلندرов را نزد من جیغ زنید. خوب شده است. گوش میکنم. فعالیت مولانزاده را در اداره روزنامه سنجید تجلی این عریضه را تفتیش کنید. خواهر جون چی گپ شد خواهر جون؟ هیچ گپ نشده. خدا جون
کاری دل معتدل گشت. نفس کشیش آسان شد. حوادث سنی را قطع کنید. سلطان مرادج گیرید گفتم که وای برای کمک رساندن بود دل پسرک به قوت. ناظمی ژورنالیست مخبری کلان شعبه تشویقات و ترغیبات روزنامه، شعبه‌ای که به تشویق و ترغیب قرارهای حزب و حکومت وابسته. به دوش او همین خیلی یک وظیفه مسئول و لکن خودش قانون را ویران کرد. زن و کودکانش را پرتافت، شهنازه را از راه زد، گرنگ کرد، عقلش را دزدید. در این راه باز به وی مددگارها بودند. یکیش محرری روزنامه، کمونیستی کهنسال مولانزاده. شب او رئیسی توی ناظمی بود. به جای پدرش شده است این آدم به او، لیکن پدری به عقل از بیسوادها هم 1000 بار بدتر. این پدری غمخوار نصیحت نمی کند، از راه خطا نمی گرداند او را. رفیقان، نوشته های زنی ناظمی قریب همه‌اش درستند. اینجا همه ما گناهکاریم. لجام این آدم را برمحل‌تر نکشیدیم، ارکه کردیم. هر نامقوله که کرد کاردار نشدیم. میبخشید، این چه خیلی سخن گفتن. تو چی ها میگویی؟ به دهانت نگاه کرده گپ زن. لجامش را کشیده نماندیم، ارکه کردیم. تو اول آداب سخن گفتن را یاد گیر. من میدانم که تو تا چه اندازه روزنامه نگار هستی. تو حقوق معنوی محاکمه کردنی من را نداری. دویم، من کشاد میگویم که این عریضه را عائله من ننوشته است، زیرا وی این گونه عریضه نوشته نمیتواند. سیوم، من یقین میدانم که در نوشتن این شکایت انیقش این عریضه با مصلحت و کمکی یکی از شمایان نوشته شده است. شین چی؟ حالا به تو سخن نداده ایم. وی حق ندارد که مرا محاکمه کند. بسیار از خود نرو. آرام شو. شین. کی گپ زدن میخواهد؟ ممکن؟ مرحمت استاد. تشکر. رفیقان، من درباره گناه‌های ناظمی مفصل مو به مو گپ زدنی نیستم و گفتنی نیستم که وی به کار نوشیده می آمد، بدمست است و این چنین تا گرفتن زن جوانش هر روز به کارخانه دخترها و زنهای بیگانه را آورده به کار ما خلل می رسانید. من در این باره یگان چیز گفتن نمی خواهم. من به ناظمی یک سوال دارم. ممکن؟ مرحمت. شما میدونید که پسرتان مهربان در کجاست؟ نمیدانم. آنه دیدید، شنیدید، نمیداند که جگربندش در کجا و چی حال دارد. دینا، پسرت تا نصف شب در همان طربخانه‌ای که تویت گذشت دده جان گویان گریه و ناله کرده است. چنان گریه و زاری کرده است که
بیهوش شده به زمین افتاده است. او را به بیمارخانه بردند. حالا او در حالت وزنین است. ببخشید. من تمام. ممکن؟ مرحمت. رفیقان، اینجا تنها ناظمی گناهکار نیست. بله، تنها او گناهکار نیست. گناهکار اساسی منم. من این آدم را تا به این درجه رساندم. در وقتش جلبش را نکشیدم، به اختیارش سر دادم. اندیشه های بسیاری داشتم، ولی افسوس، پوچ، بی‌معنی. ناظمی باید کیمکایی ها از کار رانده می شد. بله، کیمکایی ها. عموما فکری من همین است. ناظمی باید از کار رانده شود. من طرفدار فکری مولانزاده. بهتر از کار روه. چی گفتی؟ التماس آرام شوید و خاموشی رعایت کنید. رفیقان، سخن به مدیر شعبه ایدئولوژی کمیته حزب ناحیه ستار قلندرов داده می شود. تشکر. رفیقان، من در دوام چند روز این مکتوب شکایتی را تفتیش کرده سنجیدم. همه دلیل های در مکتوب نوشته شده متاسفانه تصدیق شدند. در حقیقت ناظمی عیبدار است. رفتار ناشایسته کرده است. اما رفیقان، یک چیز را باید به خاطر آریم که ناظمی یکی از ژورنالیستان شناخته ناحیه است. او با مقاله های تیز و تند و مسئله گذاری هایش در سراسر ریسپوبلیکا شهرت پیدا کرده است. وی قلم خوب و فکر تازه دارد. من با ناظمی خیلی جدی صحبت کردم. گفتگوی طولانی گذراندم. با فکرم وی خطاش را فهمید. ما این را هم باید به خاطر آوریم که ناظمی 2 کودک خردسال دارد. ما باید بی‌طرف نباشیم. رفیقان، ما با خلاصه آمدیم که به ناظمی آگاهی قطعی داده شود.